به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. ببینید عزیزان، یک درخت انجیر تو خونمون داریم. ما میخوام از این ریشه هوایی بگیرم یا درخت ریشه‌ای. ابتدا 5 سانت ما این شاخه رو انتخاب کردم. حالا شما میتونید از اینجا ابتدا 5 سانت پوست رو میکنیم، بعد لایه برداری میکنیم، به شدت میتراشیمش که چوب سفید اصلش مشخص بشه. وقتی مشخص شد یه قطی شیشه نوشابه یا آب اینجوری اینو درست بکنین. داخل اینو پر کوکوپیت حواستون باشه عزیزان، کوکوپیت بکنیم، قشنگ دور اینو ببندیم. به مدت حداقل 45 روز باید بمونه، حداقل ولی تا 2 ماه هم راه داره. حالا ما یکی امتحانی کار کردم، الان میخوام بازش کنم انشاءالله ببینم چجوریه، جواب داده یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید تاریخ هم گذاشتیم ما اینجا، تاریخ گذاشتیم 16 دقیقاً سر تاریخ 1 ماه و نیمه. خب حالا بریم ببینیم که نخواهی دورش رو باز کنیم و ببینیم چی جواب میده. ایلان یا بر کنار. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله به شدت جواب داده به حمدالله. خب اینو خیلی ساده، خیلی راحت، خیلی آسون. ببینید کاملا ریشه داده و فقط بهتون عرض کنم که حتما باید 45 روز، حداقل 45 روز حتما باید به این صورت باشه. بعد بیاید اینجا قشنگ یه گلدون. حالا من میخوام تو گلدون بکنم، شما میتونید تو باغچه بکنید. یه گلدون خاکش هم سعی کنید خاک باغچه بگیرید. یک درخت انجیر انشاءالله به سال آینده قطعا بهتون انشاءالله میوه خواهد داد. ضمناً من کمتر که اینجا ملاحظه کنین همینطور ریشه گیری کردم و حاضر آماده. الان چون فصل پاییزه دیگه از الان به بعد من کار انجام نمیدم، چون شرایطی که نشتونش فرق میکنه. فقط کار من کار بهاره. از 10 روز قبل از عید شروع بکنم انشالله تا شهریور ماه. از شهریور ماه دیگه میشه پاییزه و شرایطش باز فرق میکنه. خب باشه، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. شما همه رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدار.